رحمتتون چطورید بچه ها؟ خوبید؟ خوش اومدید با یه ولاگ دیگه. امروز قرار شده با آقای ایکوش سعید بریم موزه مدرن استانبول. الان میدون تکسیمیم، تازه رسیدیم، منتظریم که مسیر پیدا شه بریم. آفتاب، هوا خوب، به من برق میزنم این شکلی. خب بچه ها اینجاست، فکر کنم صدای باد میاد. این موزه مدرن استانبول. یا خدا واسه نیاد رومون. حالا در راه موزه مدرن شهید میشه و از یه بر دیگه وارد میشدیم. این چیه؟ چرا سشن ماسته نشیم با کثیفه اونجا؟ ای وای آخه بچه چرا اونجا کله کردی تو؟ جوجو بیا اینجا قربونت برم. سلام سلام خوشگله من، خوبی؟ آره یه لپتو بمالم. ای وای ترس، خاک تو سرم. نه ترس، من چه بلای سرت آوردم عزیزم. اینو ترسید، خاک تو سرم. چی داشتی بهم میگفتی؟ من کجام هاره؟ تو خوبی؟ به من میگه هار. باورتون میشه؟ باورتون میشه؟ چرا؟ من هارم؟ من اصلا هار نیستم. من مهربون، لطیف، آروم، ساکت. علاوه بر هار بودن چک و بستم نداری دهنت. اگه چک و بست داشتی 2 تا کشیده تو دهنت خورده بود این کارا رو نمی‌کردی. بچه یکی رو جر دادم. اوه یکی خوردی. دارم فیلم میگیرم. دارم پر میکنم. خوردی رفت. آبم بود. بچه ها جام شد. خیلی ذوق دارم. الان میریم رامون نمیدم. خب بچه اینم محوته بچه ها. کلمه جدید ابداع کردم از خودم. محوتش، فضاش اینه. این و بچه ها بگید چی شد؟ بگید چی شد؟ اتفاقی که افتاد، سعید به خاطر کهولت سنش بعد هزینه پرداخت میکرد. من چون فنچ بودم، جوجه بودم، از من پول نگرفت. فری رفتم سعید دادی. او پشما.
قنبه میدی یو سرم ره هی نشسته دم جون مایی جون ما بالا آوردی زابران که وای سعید چرا ما نمیتونیم جدی باشیم به دقیقه اینجا کتاب های دالی بود خب یه دفعه اومدیم اینجا به این برخوردیم علی بنی صدر عالی بچه ها اومدیم بیرون سعید نظرت موزه معاصر خودمون سطحش از این جلوه ولی یه چیز خوب داره ویوره ویوش خوبه خلاصه oh thank you very much are you Persian عینک بزن بسحلی آره عکس بگیر ما چرا عکس نداریم با هم دیگه نه من نه تو نه همین هیچ کنون با هم دیگه شما عجیب میشه بریم بیرون ما بریم تو افتو برای افتو بگیریم سعید گشنمه دارم طرف کشم تشنمه گشنمه مؤدب باش بی تربیت برمیگرد منظورم اینه آخه واقعا من نمیدونم تو مغزم چی گذاشت این کفشا رو باز پوشیدم اومدم بیرون مغز نداری چیزی توش بگذره زهر مار خنک ما دیگه اومدیم نشستیم نگاه سر قیافه من اینگاه از تو وحشی در رفتم اومدیم ستار باکس قهوه گرفتم من بدون لاکتوز گرفتم چون وضعیتم یه خورده رقیقه یعنی شیره تو میره پایین انگار مثلا معده ندارم مستقیم خب به انم الو سلام سعید زنگ زده به امین خب چی گفتی تعریف کن فقط مؤدبانه تعریفش کن تعریفش کن بگو یه بار دیگه چی گفتی گفتم وسط جمعیت دست و پا میزنن هم به اون میخندن پرت میکنه خواهشا داشتم میرقصیدم والا بعد من که دیگه ملت رو شاد کردم انرژیم بالاه لیاقت نداری برو بشی تو خونه گریه کن تو بیمیر دیگه خفه شو گرفتمش دیدین بچه‌ها یکی بعد خواهدتو بگیره داشت جرام میداد که تو اتوبوس منو استاپش کردی استاپش نکردم داره میگیره چک دهن که یکی ببنده یاد میگیره که دیگه برای بقیه ما نشد وای دست تو دوباره همونجوری تره بده بچه اون ویدیوی چیز هست ریاکتمون به کلیپای اینستایی تیکشه خب سعید دستشو اینجوری میکنه هر دفعه من اون تیکه رو میبینم پاره میشه
حالا پاره زیاد نشو، نقص زن نداریم بدوزیمه. کامپا می آره بالا عوضی، خیلی عوضیه. من یه ثانیه یه چیزی گفتم منظور دارم واقعا نبود. از اون موقع دمرو رگباری داره میزنه تو دهنم. دیگه منظور چجوری میخوای برسونی؟ تو اصلا بعد متوجه شدی نه اون. عزیزم تو قشنگ یکی میبینی بهش بعد میگی من منظور من بعد گفتم تو هم بعد متوجه شدی. این شکلی برات بگم. الان برات توضیح میدم چرا بعد متوجه شدی. فعلا خدافظ تا دیدار بعدی. من اصلا نشستیم تو اتوبوس بعد ترافیکه من سعیدم افتادیم رو خنده استریک الکی مثلا به در دید سعید نگاه کن چجوری خواب رفته جانم بخیم چی شد از ساعت 4 ما تو راه بودیم تا برسیم خونه. الان ساعت 7:30 دیگه جون ندارم دارم میمیرم. وای وای. خلاصه که این بود از ولاگ امروز. ما حالا رفتیم این موزه رو ولی خب خوشایند نبود خیلی. دوستون دارم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بافس.